شنفر. That's funny. Guys, I'm sorry. Ben təzəlikdə hətta görürsünüz bu Ofoq televizyon adında biri təzəlikdə bir müsahibə qoymuşlar 5-3 nəfərlə. Bizim bu Əli Rza bəy Ərdəbili də orada çıxış etmiş. Bir nəfər Təbrizin ittilatından gətiriblər, onu danışdırırlar, o Said Azərihanın başqanıdır, nə idi? Bir nəfər də o ərəsi vardı, Məhəmməd ərəsi, Amerikada olar, Bətər Paniranist filan, onu. Bu yazıq Əli Rza bunlar bu məqamla söhbət bunun üstündə ki, bu İrandakı deyirlər, ana dili ilə rəsmi olsun filan mədrəsələrdə oxunsun. Hələ Allah qoysa söhbət o babətdən idi. Vəli belə bir faşisti bir axımda bu bəhsi başlayıblar. O adam ki, oradan bərnamənin aparıcısı filan, bu cür başlayıblar ki, bu bəhslər başlanılan tamamiyyət ərziyə zərərli filan, tərəfin görürsən boynunun dalı qızarıb, tamamiyyət ərzidən danışır, dili qatır ona, ərəsi də bir yandan Paniranist başından o cür. Mən baxdım gördüm, bu yazıq, bizim bu Əli Rza bəy Ərdəbili bətər çırıxıb orada. Bu da elə hey bu cür baxır o yaradıya da. 5-6 dəqiqədə buna vaxt verdilər, bir-iki söz möz deyə heç o da düzədib deyənmədi. شنیدید صحبت آقای جعفرزاده رو میگن فارسی زبانی نیست که به مردم ایران تحمیل شده باشه. شما هم چنین اعتقادی دارید؟ به هر حال هیچ انتخاباتی ما نداشتیم در مورد این مسئله. ما تا حالا هیچ انتخابات دموکراتیکی نداشتیم که مردم آذربایجان یا مردم کردستان یا مردم مناطق دیگر در این رابطه نظری داده باشند و هیچ رفراندوم یا هیچ امکانی حتی اظهار نظر به صورت یک مقاله در روزنامه کیهان یا اطلاعات زمان شاه هم ما همچون اجازه نداشتیم و چیزی که هیچ بحثی روش صورت نگرفته و هیچ انتخاباتی صورت نگرفته نمیشه در این باره نظری داد و تا وقتی که هیچ نظری هست تصور من اینه که ما زبان‌های مختلف در ایران داریم و همه زبان‌ها به یک اندازه مهم هستند، به یک اندازه رسمی، به یک اندازه غیر رسمی، به یک اندازه دولتی و به یک اندازه ادبی و به یک اندازه مهم هستند. و اینکه موقعیت خاصی برای یک زبان‌ها که زبان فارسی قائل بشیم، ما این مسبوط به هیچ پروسه دموکراتیکی نیست. اگر مسئله در گذشته مربوط باشه، در گذشته ما هیچ چیزی به اسم حقوق زن نداشتیم. همه تاریخ بشر تاریخ زنکشی بوده. هیچ چیزی به اسم صلح نداشتیم. همه تاریخ گذشته بشر مملو از جنگ بوده. یعنی اصلا امروز در کتاب تاریخ در واقع مساوی با کتاب جنگه. حالا ما اگه بریم از جنگ و از مسئله زنکشی هم دفاع بکنیم، به نظر من شایسته انسان امروز نیست. امروز همه پروسه ها متکی به آرای مردم و بحث و دیالوگ آزاد و در نهایت رأیگیری و نظر گروه‌هایی است که در مسئله به سرنوشتشون مربوط میشه. شما اعتقاد ندارید که فارسی عنصر وحدت ملی بوده، یعنی زبان وحدت ملی بوده؟ مطلقاً نه. تا روزی که حداقل فارسی به عنوان یک زبان اجباری عامل تفرقه ملی بوده. از روزی که زبان فارسی تبدیل شده به زبان رسمی اجباری از دوره پهلوی در ایران، برخلاف قانون اساسی دوره مشروطیت که در مورد زبان مذهب رسمی رو اعلام کرده بود، در مورد زبان رسمی مسکوت بود، یعنی بی‌طرف بود. این مسئله توسط حکومت رضا شاه به مسئله وارد شد. از وقتی هم که وارد شد عامل تفرقه شده، در صورتی که ما برگردیم به دوره قبل از اون، ما به دوران بسیار طولانی حداقل 1300 سال برمیخوریم که سه تا زبان فارسی، ترکی و عربی زبان‌های عالم اسلام بوده. اسناد ما شاعران و نویسنده‌های بسیاری
3 تا دیوان دارن، یک دیوان عربی، یک دیوان ترکی، یک دیوان فارسی. یعنی به هیچ جای هم بر نخورده، نه وحدت ملی از این بابت در خطر بوده نه چیزی. ولی از دوره که رضا شاه سر کار اومده و این زبان فارسی زبان رسمی اجباری شده بدون مراجعه به افکار عمومی و آرای مردم، این مسئله شده به تبدیل به، یعنی زبان من و حرف من شده مغایر با امنیت ملی. بلافاصله هر کسی در ایران اسمی از زبان مادری، اسمی از زبان غیر فارسی آورده شده، متهم شده به تزیه طلبی، به وابسته بودن به خارج، همونطور که شما یک مورد آخرش اشاره کردید، و به هم زدن نظم و امنیت ملی. در صورتی که ما یه چیز بسیار عجیبیه، حتی چیزی که در قانون اساسی هست، حتی چیزی که در همه جامعه هست که مسئله زبان نمیتونه با امنیت ملی در تضاد باشه. روشنه که خود تبدیل شدن یکی از این زبان‌ها به زبان حاکم، همونطور که حزب رستاخیز هم حزب وحدت ملی نبود، یک حزب انحصاری بود که به صورت به شیوه غیر دموکراتیک در جامعه تحمیل شده بود. آقای اردبیلی خیلی کوتاه بفرمایید که اون توضیحی که آقای جعفرزاده دادن که مسئله شما آموزش به زبان فارسی، به زبان بومی یا آموزش زبان بومی. من شخصا از هر رفرمی در این رابطه باشه استقبال میکنم، یک دیدگاه ماکسیمالیستی ندارم، ولی خواست من و خواست بسیاری از اینها اینه که همه زبانها در مناطقی که هستن، در مناطقی که به صورت اکثریت در اون منطقه هستن، زبان رسمی باشه، تدریس و همه امور اجتماعی به اون زبان باشه و ارتباطی که در سطح کشور هست از طریق زبان انگلیسی و یا از طریق زبان دیگر باشه که از طریق دموکراتیک، از طریق رایدهی و انتخابات انتخاب بشه، نه اینکه ما بگیم چون از قدیم فلان چیز بوده امروز هم خواهد بود. یعنی نه از متن تاریخ بلکه از متن دموکراسی و یک پروسه دیالوگ و رایدهی و رای عمومی استخراج بشه. voltage.